روز میبینی حالت به کجا رسیده، ولی مورد امتحان بزرگ الله قرار داریم. مورد امتحان بزرگ الله قرار داریم. اگر امروز سیاست مسلمان در مرکز قبله مسلمانا به عزت و به عفت میشه، دست نجس اسرائیل یهودی که شرمنده ترین قوم بشریت است، که کل عمر در عناد و حسد و بر فوق طلبی تیر کردن، حتی دعوت به کسی نمیده. او مردم در کجا رسیده؟ چرا این ملت، این مسلمان ها در هر جای قرار آرام است؟ اگر توته های گوشت اطفال سوریه در سیخ های امارت ها بند باقی میمانه، این دنیای کفر کجاست که داد از حقوق بشر میزد؟ نه ای مسلمان، به الله قسم امروزم که تو درک نکنی، دشمنی تا نشناسی، این دشمنی اصلی دین نشناسی، به الله قسم ایمانم نمیبری. بفهم نکو خدا فریب نده. روسیه پلیت خبیث که تا دین روزه ممالک اسلامی ما را بلعید، شخصیت امام بخاری واره که مرکز دین بود بخارا، او را مبدل به سانه ها و به بیدینی ها ساخت. امروز تا سوریه را دامنی خدا میکشه. این لعنتی خبیث چرا بالای اسرائیل روان نمیکنه برای که دفاع از ملت مظلوم فلسطین بکنه؟ یا تعجب بایست آن لعنتی تو تا دین روزه ملت افغانستان کرکرانه میکشتی. امروز که کدام بدبختی در این ملت است، از همین کمونستی پلید پیدا شد، همین رزیل روسیه تربیه کرد، همین خودباخته ها و دین باخته های مشرک کافر که امروز برش مردم لقب شهید میده. از الله که از ضمیرت خبر داره، از نیت و ارادت خبر داره، چطور پنهان میکنی؟ ما در دنیا انتقام بگیریم نگیریم، ما فقط مورد امتحان الله متعال قرار داریم که ما مؤمن واقعی هستیم یا نه مسلمانای رسمکی هستیم. کدامش هستیم؟ ایمان در قلب ما جا گرفته؟ دوستی، دشمنی، تعلقه، رابطه ما به محور امی ایمان و عقیده است یعنی که نه دیگه امور است. دنیا تیر شده نیست، الله حق نصرت میده. اگر ما تو نکردیم الله قومی را پیدا میکنه، غیرت برش نصیب میکنه، همت برش میده. او حراسی نداره و جز از الله متعال. نه از تکنولوژی این غرب میترسه، نه از هیاهوی و زمزمه این دنیای کفر میترسه که الله کلگی یکی شد، که الله اینطور شد. تو ملت مومن توی طور اسلحه داری که دنیای کفر نداره، اسلحه که تو داری هیچ نظام کفری نداره. او اسلحه ایمان و عقیده است. ایمان و عقیده است که تو را همیشه کامیاب میسازد. تو خیلی ایمان و عقیده، امروز ایمان و عقیده وجود نداره. ما همه چیزای خدا فروختیم، غیرت خدا، همت خدا، دین خدا، شجاعت خدا، همه را قربان نعوذ بالله بیدینی ها کردیم. خوش بایستیم تحقق دموکراسی شود. تو لعنتی باز در روز قیامت جواب بگو. روز میرسه انشاءالله که الله از پیشت سوال میکنه. دنیاگه که تا 4 روز خوب که خوب هم نکرده ای، 4 روز خوب است. امو جنرالای خبیثه که دنیای کمونیسم در این وطن سرازیر کرد، همه چیزی خدا فروخت، آخر گاردیوان جور شد، شلغم فروشی را شروع کرد. الله ذلیلت کرد. از لعنتی از لنگی و ریش بد میبردی، لنگی و ریش اله کردی. خدا مولا امام مساجد هم جور کرده می کمونستا. امروزی غربکی ها، این غلامای غرب، این سکشویا، این مردمایی که سالا نعوذ بالله شیری امی غرب خورده، امروز آمده خدا بالا میکنه. الله اینطور ذلیلتان کنه، خو اینطور ذلیلتان کنه، خواریتان کنه که در ارمان این خاک افغانستان باشه، لیکن قدم مانده نتونی. انشاءالله من امید دارم نسل جوانی ما بیدار شده، هر کس در تلاش عزیز که دفاع از کتاب الله و سنت رسول الله بکنم، هر کس تلاش داره که من مطابق نقشه رسول الله زندگی اختیار کنم. الحمدلله میبینیم مومن فریب نه، لا یندغ المؤمن من جحر واحد مرتين، از یک سوراخ 2 دفعه گزیده نمیشیم. به نام دوست کسی دیگه به خود معرفی برای ما نکنه.
دوست ما کیست؟ کسی که لا اله الا الله در قلبش است و به مقتضیات لا اله الا الله زندگی داره، ولو که پدرت باشه، ولو که برادرت باشه، مادرت باشه، اولادت باشه، اگر این کلمه در قلبش جا نداشته باشه، به مقتضیات این کلمه زندگی نمیکنه، هستم رایتان قطعا مردود است، ملعون است، اعلان براءت است.